متوقف شده. الان همکاران ما این گزارش رو تهیه کردن میفرستن. البته کار بسیار سخته. الان تصاویر رو مخاطبین محترم میتونن ببینن که چگونه گروه‌های امداد در حالی که شب هست، بارندگی شدید وجود داره، هوا به شدت سرده، دارن با پای پیاده میرن تا منطقه رو جستجو کنن و به جایی که اون در واقع بالگرد حامل رئیس محترم جمهوری اسلامی و هیئت همراه رفتن به اونجا نزدیک بشن. علی‌رغم دشواری کار در شب، ولی لحظه‌ای